این رومباست. در جنگل همیشه باران مرناسی، میمونها زندگی ساده‌ای داشتند. هر کس برای خودش موز میچید و اگر کسی گرسنه میماند، بقیه کمی از غذای خود را با او تقسیم میکردند. تا اینکه یک روز رومبا، جوانترین و کنجکاوترین میمون قبیله، ایده‌ای خطرناک داد. چرا بالاترین نارنگیل‌ها را شکار نمی‌کنیم؟ آنها شیرین‌تر و مغذی‌ترند. من راهش را بلدم. اما مشکل این بود، شکار نارنگیل کار یک نفر نبود. یکی باید از درخت بلند بالا می‌رفت، یکی باید با سنگ پوست سخت آن را می‌شکست و یکی هم باید از پایین محصول را جمع می‌کرد. رومبا پیشنهاد داد: بیایید متخصص شویم. من بالا می‌روم، توکا سنگ می‌زند و نادی جمع می‌کند. در پایان نارنگیل‌ها را مساوی تقسیم می‌کنیم. اما مشکل تازه آغاز شد. توکا گفت: من بیشتر کار می‌کنم. سنگزنی سخت‌تر است. من باید سهم بیشتری داشته باشم. نادی اعتراض کرد: بدون من که جمع‌آوری می‌کنم، نارگیل‌ها پای درخت می‌مانند و حیوانات دیگر می‌دزدند. درگیری آغاز شد. رومبا در سکوت فکر کرد. رومبا یک ایده دوباره زد به ذهنش. اختراع پول یا صدف. او به کنار رودخانه رفت و صدف‌های صاف یافت که روی هر کدام با دندانه‌هایش علامتی منحصر به فرد حک کرد. سپس اعلام کرد: از امروز به جای نارگیل با این صدف سنگ‌ها معامله می‌کنیم. هر 3 نارگیل 1 صدف سنگ. هر کس کار خود را انجام داد، صدف سنگ می‌گیرد. بعد می‌توانید با آن صدف سنگ هر چه می‌خواهید بخرید. این اولین تقسیم کار و شراکت اقتصادی قبیله بود. نتیجه شگفت‌انگیز بود. در یک روز 3 برابر روزهای قبل نارگیل جمع شد. اینطوری ارزش کار از کالا جدا شد. میمونها حالا می توانستند برای کار خود دستمزد بگیرند و بعد با آن دستمزد نارگیل، موز یا حتی خدمتی مثل آراستن خز بخرند. اختراع شماره 2: بازار. رومبا مکانی در کنار آبشار بزرگ مشخص کرد و نامش را گذاشت میدان داد و ستد. هر کس می توانست تولیدات خود را آنجا بگذارد و با صدف سنگ معامله کند. او متوجه شد قیمت نارگیل در روزهای بارانی کم می شود، چون جمع‌آوری سخت نیست، و در روزهای آفتابی و خشک گران می شود، چون تقاضا بیشتر است. این قانون را رقابت و قیمتگذاری طبیعی نامید. اختراع شماره 3: وام و سرمایه گذاری. میمون پیر و دانایی به نام کاوی نزد رومبا آمد و گفت: من قدرت بالا رفتن از درخت را ندارم، اما می توانم سبدهای محکم و زیبا ببافم. برای شروع به 5 صدف سنگ نیاز دارم تا الیاف بخرم. و سپس رومبا اولین صندوق اعتبار جنگل را ایجاد کرد. او از همه قبیله جمع کرد و به کاوی وام داد تا کسب و کارش را شروع کند. شرطش این بود: کاوی باید پس از فروش سبدهایش 6 صدف سنگ برگرداند. آن 1 صدف اضافی سود سرمایه گذاری اولیه بود. اگه تا اینجای ویدیو دیدی، لایک و سابسکرایب یادت نره. تا پارت 2. خدا نگهدار.